باشم استند اونجا خیریت و خیلی جان تجاره شکر خوبه خیلی شکر خب کجا بخیره باشم کجا بری سکر باشو یک کار بکن خب همین تا برو همین قصبی 2 کیلو گوشت بستو اگر گوشت گاگ روغن بستو یک کمی ترکاری کم تخم بستو واسه زودی بیار که میمون داریم تمام اینجا بازستی میوندانی چیزی هم که بیار بده نبودی بیار خودیاره کم سودار بستو بیار خونه پول میری کجا تلفن خودیاره خودم دار بستو بیار گوشت 2 کیلو گوشته 2 کیلو گوشت بستو گوشت گاگ روغن بستو بوشک موست بستو 1 کیلو تخمی هم اگه بود بستو دیگه میوه کو بیار دیگه بخاطر که اینجا میمون داری تمام هستی دیگه میجی بر نری دیگه خوبه زودی بیای دیگه خیر بینی خوب بابا به شما گپی بگو عباس از زرا خسر خو هم عمالک بیامدن امی حساب خراب نبود بابا امی حساب خراب نبود نمیپرسیم چری عباس که برفته خونه خسر خورفته که میشه بس که چی رقم میگه چرا بیامده که حساب خراب باشه لیلی 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 جان مرا کشتی به ارمان به این قشلاق نمدی دل من کردی ویران بیامدی عباس که بیامدی بلاجی چه بیامدی بیامدم دیگه خونه خسر خونه رفتی؟ نه نه چرا؟ به خونه خسر خوردم ششته بود خسر گفت اگر باشم گفتم جان گفت تو برو 2 کیلو گوشت خودی 1 بشکه روغن خودی کم ترکاری بست و گفتی من میشه میمون دارم تن پول پیش نمیه من گفتم تن حال ترکاری کسان 1 پول درک ندارم من کجا گفتم اینا برفتم غسری برفتم تا نیم ساعت واسکت و زمانت بگذارم آدقل گوشت بده بعد برو میرفت بعد دست خیلی بخون خسر خوردم این نگفتن قبول نکرد بس قبول نکرد 1 دمه رو بگرفتم بیامدم بیلا خسر مزنز بگیرم اینه جو اگه گوشی جواب ده خوب هر چی خسر داره شو حالا گفتن که عباس به کجای گوشی عباس به دست تو چه کار میکنه بگه عباس که بیامد به خونه شما گوشی به خونه مانده حالا می چی نکنم الو سلام علیکم مونده نباشه ماما جان جان خیلیت چیه مامان روز عباس میاد دیل نکنه عباس که گوشی رو پیش ما به سلام مونده گفتن نمیشم جمعه میرم با خونه خسرو خو میرم نه گردن و من باشه اگه چیشم و چیش ایستاده باشه تا به قصبی مچو نه بابا اگه تا خفتن آمده کشد اگه تا خفتن بیام آره میکنم نه دیگه ری نکنم ابروی شما چکار شد؟ دیگه بجو بگو نه خود دل من بدن خداحافظ چی بودن بیلم؟ نه بابا چی گفتم؟ ابرو کنه میتونه بگه ابرو من بمرده میگه بزرگ بگو نه هرگیز نه رای کدومه به سیدی رای کدومه میگه مهمانا میامدن یک توالک شب شده بیشتر نمونه یعنی مسکین نو خدا داره من کجا با تو بیارم؟ گناه
یارگی لگرمی باشه همه بیزار مرد بیزار اما 2 کیلو روغن یک بشکه روغن 2 کیلو یک 2 کیلو گوشت یک بشکه روغن چند پول میشه گیلا؟ 600 باشه 700 دیگه که بشکه روغنه بشکه دیگه پیش میکشته آبرو من نگه برده کی؟ بگو هرگیز نیاره باز هایده چی رو؟ من جواب بده پیش نه بگی نه روش کنی که اوکی نمیکنم من یاد ندارم اوکی کنم او هرگیز نه جواب نمیدم جواب نمیدم نه باید گره بشکه میتونم داره نه کی؟ نه به طبق بالای خود زن ماما من تکسه چلید میکشه و میگه از این دنیا مشکل میگه داره کنی به بخور نه بیا بده خود مشکل بیا کسی نمیشو با مشکل خیلی مشکل بیار مشکل بکنه گیلاس بده زودی بیا طرف خوندن رو قبیلی بیادش یه حرامه افکر تانکر میگه خست اب قربون ما بیشتر داده جغناکت رو بیشتر خوبه جغناکت بعده تو بنا بیا که گیلک چهار کنه گردن همه باشه اگه نیم کالا سیر شده باشه مدر برو پیاده من بخور پیش شیر میشینیم اینجا تا سیر شد انال به شما بگم بابا هنگ میکنی بابا قصوری نورالله برای عباس گفته بیده میگو 2 ماه جو امشب من میمون دارم برو به قصبی 1 2 کیلو گوشت برای مشون بشکه روغن چی فلان بسو عباس هم به کیسا خو اقدر پولی نداشته بابا برفته دام قصبی اسکار خماستی بگیره و بقدار ساعت کو گوشی خو مرتگه گفته برو کاکا اگه پول میدی بگی که با تو گوشتی چیزی برو اگه نمیدی ما خود خو به جنجال اسکار تو گوشی و ساعت تو نمیندازم من نمیدم خلاصه به در عدی دیکن برفته کمی اسکار خو یا گوشی خو بده مرتکب سودا بده مرتبه گفتم من نمیدونم پول داری و تو سودا میدونم که نداری برو برای کار خو عباس هم اعصاب خراب و خس بیامد امیتا بابا این نورالله خسور ادی امیتا کلاورداری نیه که بیاین نگاه کن همین کارو خو بیاد داره بابا اما نمیگم شما بگین بابا یعنی نورالله خسوریو فرد خسور عباس این میمونی داشته به عباس گفته برو ایتا چیزا بستو خودی خب بابا خود تو که میمونی داری برو خود تو برای اینجا روغن و گوشت و مرگ و خاک بخر بشه غم میمونا مفکور کو برای برار ما بخره برای دومات تو بخره چی رقم آدمی بوده ای یعنی بابا من که میگم خوب از اول به می خیسی شما خوش نبید و حالا که عباسک برار به بیچاره به بلا عدی خوشور گوش نگدایی بناخته انانی او هم همیشه میزنه که کلما عباس بکنه به خونه خوب بیاره به کسی دختر خونه به کسی زن خو کنه به شکم اینا کنه و که فقط این ما به سرگردنه شیشته اینه چی رقم انسانیه ای چی رقم آدمیه نمیفهم این رقم به گوشنیگم برابر فقط ادمه به شما بابا نسیه اگرچه شما خودتر آمد چی شما رو همین یه تاری پیشکش عباس بدیم عروسیر بکنیم کلاکی بکنیم از دست ادی خسور گوشنی و اون نجادیم خلاص پلاس 100 کب به 1 کب والله خیر فضا این تک هسته ما باشو تا پیش مامات هم برون چرخه هر رقم باشه عروسی به چی خور میکنم بابا هم بیتره دیگه بسته دیگه خود نورالله دیگه من سلام علیکم دیگه میگم بابا عروس خوبه داریم بیاره ایتا گوشنی دیگه با آدمیزاد دیگه ندیدم میگم بله برو به گیلک بگم تنه و چیز نمرد بیاره که بیا طبق بیاره بده ما برم بیارم من میرم سر موت میرم بابا گیلک نبو به خود نور میدارم تو نمیدارم میارم برو بیاره بده خوبه یجی بله بابا یجی شکر بابا خیلیاته میگم سعی کن چی میگم بگی من میرم خونه ماماتو خوب بفهمیدی میری تنوار خود گیلک عباس ور میداره میاییم کمی از اون همه جمع میکن ور میداره میبره که مادرش من نون پخته داره بده دیگه من که نمیتونم بابا میفهمی مغوان نمیکشه با عباس هم میگم گیلک هم میگم که بیا جمع کنم هم بیا خود اینا کمک کن دیگه آلی بابا میگم من نمیتونم دیگه اون 2 نفر ری میکنه شما چی میگی خوبه دل جمع باشیم بابا بای ای خدا
کجا بودین دومات؟ کجا میریم این طرفا؟ ما سویم به خونه بیام، به خونه شما. خوب شد تو شما رو به در بخشه دیدم. خوب خیریت بود. برای خیریت نگرد. همین تعصب مخرابه، همین تعصب مخرابه که دیگه هیچ که فکر. چرا دومات خدا بد نده؟ چه کاره؟ چی گپه که با اعصاب شما خرابه؟ با چه کار شده؟ چه کار تیره؟ این نمزادگری عباس به جنجال افتادم که بخکل به جنجالم. نمیفهم چه کار کنم. دومات آخه چه کاره که البته خودت اصول جنجال چیزی کردین، گپ سخن تحولا شده بین شما. نه گپ سخن هم تحولا نشه، من دیشه بچه خود به خونه نره کرد. عباس گفت که با من میرم به خونه خسرو کنم. این که برفت به اینجا گفت خسرو هم میمون داشته. همچنین دیشه. بفهمیدی؟ گفت که برو من 2 کیلو گوشت بستم، چون بشکه روغن بستم، چون بشکه ماست بستم، چی بستم چی. یعنی کارا کردنه. یعنی گفته برو کسی خود بستم. تو من میمون داره میشه. اون مرا از میمونو تو بخوره دیگه کسی بچه من نیاز میمونه برای میمونی. یعنی تدگار کم گفته 2 کیلو گوشت بستم، چون بشکه روغن بستم، بشکه ماست بستم، چون چی بستم. چیز که داخل عباس بچه سویان نخونیم. یعنی نستونده بی آمده؟ خود پیلان کم دیشه نشده دیگه. اشته آدم ای اصلا نیه. ایچه گشنی. اصلا همی تا آدم ها کویت نیه، هیچ چی به درد نمیخوره که تو امروز روز به سر دومات نمزاددار کن مثلا ظلم کنی یا کلا کنی یا بزوی بگی برو چی و چی بستو و چه کار کن فلان کن. حالا کم رمضان بیانم پیش روی گپ من بگم دروم هم نمیشه. من هر رقم بشه مگه عروسی و چی خود بکنم. یعنی دومات ما این عروسی رو بکنیم و شما که پول ندارین که عروسی رو بکنیم. همال پیشکش هم که بازم بمونده پول اونا چه کار میکنه؟ به اون کمک کرده میتونی یک چیزی 50,000 1 لک یا هرچی که خدا هست میتونی کمک کنی که عروسی خرداد تو بکنی. از اون جنجال نجات یافتیم بکن. خوبه اون مشکل بزرگ گپ نیه. خب کاش که کار عدس دادم بیه که آدم به خورزاده خوب کنه. اگه به سر منه که اون من 50,000 پول به خونه گذاشته منا اون ما این بریم منا رو از خونه بستانیم اما درمه منطقه به 50,000 که از شما برابر نه. فکر کنم 1 لک پیشکش عباس مونده نه 1 لک بونده از این 50,000 کی برابر میشه؟ 50,000 هم خود من سرهم کردم. بفهمیدین با مگرم برم به خونه چیز برم ایدگل خونه برا خوب خونه پیش از هم میره؟ پیش از هم برم سکن بکنید به خدای خسته اونه برای 2 ماه مادرم بستانه بگم رمضان گفتم 50,000 پول که به خونه اینا رو بده بستانه مادرم برن کار خوبه چنان خدا کنه زودتر کلا کر بکنه حداقل یک مجلس اینجا مدرسه کم برای بیشتر نمیگیرم که تا وضعیت میفهم بعد اقتصادی مو ضعیف. اصلا شما اون پولا پیشکش بدیم مجلس هم که نگیریم 10 نفر از طرف خود 10 نفر هم از طرف از اینا خبر کنیم بگیم برو در ما وضع خرابه نمیتونین 100 نفر 200 نفر 500 نفر نون دیم شرایط نون دادن مال نیه 10 نفر از این طرف 10 نفر از این طرف هم مکه خوسوربوری شما رو مد نگیم گیله هم نمیکنیم شرایطی هم نیه که آدم کاسر عروسی کنه و چه کنه. خب بریم بخیر باشین بریم این پولا رو بستونیم. اشته آدم ها پیدا میشه اشته خسورا پیدا میشه و دومات خود گفته تو برو 2 کیلو گوشت بستم چون چی و چی بستو بیار که من میمون دارم سر تو بزیر قبرستون شه تو که میمون داری خود تو اکیسی خود بیری کو برو هر چیزی که می خود تو بستو دومات تو مگره برو اکیسی خود بستونه این تلفق ورزاده من نداشته سه که خجالت پس بخسته بیامده با خونه آمده اصلا از امروز اول من به می آدم خوش نبودم سرکلی ازم ریخت از این آدم من بد نمیاد دومات من دیگه بعد بچه خور بدبخت که بعد دختر بعد برای حالکم مش نمیافه که سر خوب بزنه همیتونه دیگه